در ویدیو قبلی از اهمیت سنسور دریچه گاز و علائمی که ممکنه به وجود بیاره گفتیم و حالا میخوایم بریم سراغ عیب‌یابی دقیقش. اگه شک داری که سنسور دریچه گاز ماشینت مشکل داره، با یه تست ساده تا حد زیادی میتونی مطمئن شی. اول از همه سوکت سنسور رو جدا کن و با لامپ تست 2 تا پین اصلی یعنی برق 5 ولت و اتصال منفی رو چک کن. البته پین سیگنال رو با لامپ تست نمیشه بررسی کرد، برای اون باید از دیاگ استفاده کنی. وقتی دستگاه دیاگ رو وصل کردی، اول برو سراغ کدهای خطا. اگه خطا موقته پاک میشه، اما اگه دائم باشه پاک نمیشه و یعنی واقعا یه مشکلی هست. در بعضی ماشینا مثل پژو پارس یا 206 حتی بدون ثبت خطا هم ممکنه سنسور درست کار نکنه، پس باید از قسمت پارامترها کمک بگیری. حالا 3 تا مرحله اصلی برای تست داری. اول از همه ببین دریچه گاز کاملا بسته است یا نه، چون اگر در حالت روشن یا نیمه باز باشه احتمال خرابی سنسور خیلی بالاست. دوم زاویه دریچه گازه، این عدد باید 0 باشه. اگه بیشتر از 0 اول سیم گاز رو چک کن که گیر نکرده باشه. اگه سیم سالم بود و زاویه همچنان بیشتر از 0 بود سنسور خرابه. سومین تست اینه که بررسی ولتاژ انجام بدی. ولتاژ استاندارد در حالت دور آرام باید بین 4 دهم تا 6 دهم ولت باشه. اگر کمتر از این باشه خودرو دیر گاز میخوره و اگه ولتاژ بین 1 تا 1.3 ولت باشه به احتمال زیاد سنسور خرابه. ولی اگه عدد 4.9 ولت رو دیدی معمولا یکی از سیم های متصل قطع شده. تو این حالت یا سیم قطعه یا خود سنسور نیاز به تعویض داره. یادت باشه اگه سنسور رو خواستی عوض کنی دقیقاً همون مدلی رو بگیر که با ECU ماشینت سازگاره، چون یه سنسور ناسازگار میتونه دردسرهای بزرگتری مثل ریپ زدن یا روشن نشدن خودرو رو برات بسازه. اگر این ویدیو برات مفید و آموزنده بود ممنون میشم لایکش کنی و اگه به دنیای خودرو و مطالب فنی و آموزشی خودرویی علاقه‌مندی، Z4 کار برای تو ساخته شده